روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد تماشابینان عزیز. گزارشی مستقیم ما از سلسله دوم بازی مرحله نهایی موسم امسال سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال بین دستای سارو کمپانیا و استقلال منظور شما میگردد. الکای دیروز دستا در بازی اول مرحله فینالی که در همین میدان برگزار شد با هم دیگر بازی کردند که آنجا دسته سارو کمپانیا توانست که با حساب 3-2 پیروزی به دست آورد. هر دو دسته یک بازی شدید، یک بازی بسیار خوب را آنجا برگزار کردند و حالا باشد بازی دوم برگزار میگردد. این بازی نیز در همین میدان یعنی در مجمع ورزشی کمیته انداز برگزار میگردد و میبینیم که امروز نتیجه چگونه خواهد بود. البته دسته که 3 غلبه به دست میآورد بس میتواند که در موسم امسال عنوان قهرمانی را در سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال بالای سر بردارد. دستای امانتبانک و سپر باشد برای جای سوم در موسم امسال با هم دیگر بازی کرده استند که بازی اول آنجا لکه صورت گرفت و دسته سپر در دوشنبه با حساب 4-2 توانست که غلبه را بر امانتبانک به دست آورد. اکنون بازی فینالی صورت گرفته استند. الکه یک بازی گذشت که اون به فایده دسته سارو کمپانیا خاتمه یافت و اکنون در بازی دوم میبینیم که آیا سارو کمپانیا باز هم میتواند که استقلال را شکست بدهد یا نه. البته استقلال قهرمانی فعلی مسابقه محسوب می شود که سال گذشته آنها در سوپرلیگ عنوان قهرمانی را به دست آوردند و در فینال محض مقابل رقیب اساسی خود سارو کمپانیا پیروزی به دست آورده بودند. حالا بیاید تماشابینان عزیز به سرود ملی جمهوری تاجیکستان گوش میاندازیم و بعداً باز گزارشی مستقیم خویش را از بازی دسته ادامه میدیم. تماشابینان عزیز گزارشی مستقیم خویش را در مجمع ورزشی کمیته انداز جمهوری تاجیکستان در بازی سلسله نهایی سوپرلیگ فوتسال تاجیکستان در موسم 2024-25 میان دسته‌های سارو کمپانیا و استقلال میان دو دسته شهر دوشنبه ادامه میدیم. این بازی دومی این دو دسته در مرحله نهایی است و میبینیم که امروز نتیجه چگونه خواهد بود. دیروز ما شاهد یک بازی جالب، یک بازی سرگل، یک بازی سرهجوم، یک بازی تماشاباب گردیدیم و امروز نیز امیدوار هستیم که چنین بازی را این دو دسته پیشنهاد ما و شما خواهند کرد. با همین خاطر همه شما را دعوت به میان میاریم تا بازی فینالی را یک جای با ما تماشا کنید و از تماشای آن باشد حلاوت نیز برید. امروز مخالصان زیاد نیز در مجمع ورزشی کمیته انداز جمهوری تاجیکستان هستند و میبینیم که چگونه مخالصان زیاد بهره دستگیری هر دو تیم یعنی مخالصان دسته سارو کمپانیا و استقلال در این مجمع ورزشی حضور دارند. هیئت دسته سارو کمپانیا روی اکران‌های ما و شما پیدا می شود که در ادامه البته من مفصل‌تر هم اوید هیئت دسته سارو کمپانیا هم اوید هیئت دسته استقلال به شما خواهم گفت و یادآور میشم که دیروز از هیئت دسته سارو کمپانیا گل‌ها را در بازی با استقلال به ثمر رسانیدند. ادریس یاروف، دلشاد سلاموف و همچنین دروازه‌بان دسته سعید تورابیده مؤلف گل‌ها گردیدند. از هیئت دسته استقلال باشد آنجا رستم حمیدوف و عبدالقیوم عمروف مؤلف گل‌ها گردیدند. گرچه که در آن بازی اولین شده بازیگران استقلال حساب را گشودند، اما در ادامه ما دیدیم که دسته سارو کمپانیا چگونه
ба бозӣ баргашт ва чӣ гуна онҳо дар майдон фаъол буданд ва чӣ гуна тавонистанд ки дар лаҳзаҳои охир бо голи задаи Дилшод Саломов ғалабаро низ муқобили дастаи Истиқлол ба даст оранд. ин мавсим ин ду даста талош карда истоданд баҳри унвони қаҳрамонӣ ва талошое ки доштанд албатта бесамар низ нест, чунки ҳар ду даста ба финали мусобиқа низ роҳ ёфтанд ва дар роҳ ба финал албатта дастаи Сорокампания ва Истиқлол аз як қатор дастаи дигар гузаштанд ки масири ноҳамворе низ буд. махсусан дастаи Сорокампания дар марҳилаи нимниҳои мусобиқа яке аз рақибони сарсахт дастаи Сипарро аз идомаи мусобиқа бенасиб кард ва ба финал баромад. дастаи Истиқлол бошад дар ҳамин роҳ тими Амонатбонк ки ин мавсим бисёр бозии хуб нишон дода истодааст, ин дастаро аз идомаи мусобиқа бенасиб кард ва Сорокампания ва Истиқлол ба финал баромаданд. ба монанди мавсими гузашта дастаи Сипар бо Амонатбонк бошанд талош мекунанд бо ҳамдигар баҳри ба даст овардани нишонҳои биринҷи мавсими имсолаи Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал. ҳама чиз барои оғози бозӣ омода аст. тамошобинон азиз, мунтазир мешавем вақти муайян шударо то довари асосии бозӣ садои уштакашро баланд кунад ва бозии миёни дастаи Сорокампания ва Истиқлол низ аз маркази майдон шурӯъ гардад. албатта маҷмӯаи варзишии кумитаи андози ҷумҳурии Тоҷикистон ин майдони хонагии дастаи Сорокампания аст. аллакай дирӯз як бозӣ дар ин ҷо шуд, ин бозӣ дуюм аст ва акнун бозии сеюму чаҳорум бошад дар маҷмӯаи варзишии Кохи Олимп баргузор мегардад ки он ҷо майдони хонагии дастаи Истиқлол аст. яъне дастаи Сорокампания ҳар бозие ки дар ин майдон мегузаронад, албатта ду бозие ки онҳо ин ҷо мегузаронанд дар ҳузури мухлисони хеш, он ҷо ғалаба ба фоидаи ин тим хоҳад буд, чунки бозӣ дар маҷмӯаи варзишии Кохи Олимп муқобили дастаи Истиқлол ки он ҷо майдони хонагии ин даста аст, шояд барои онҳо боз ҳам то ҷое душвор гардад. аммо ҳар ду даста аз шаҳри Душанбе ҳастанд. албатта фарқ надорад ки бозӣ дар ин майдон мешавад, фарқ надорад ки бозӣ дар он майдон мешавад. мухлисони ҳар ду даста баҳри дастгирии тимҳояшон меоянд ва мо шумо бошад танҳо аз тамошои бозӣ, ҷолиб аз тамошои бозӣ ки дастаи Сорокампания ва Истиқлол ба мо шумо нишон медиҳанд ҳаловат хоҳем бурд. аллакай дастаҳо ин мавсим бозӣ доштанд дар бозие ки он ҷо барои суперҷоми футсали кишвар талош карданд ва он ҷо Истиқлол Сорокампанияро шикаст дода аввалин бор дар таърихи худ ин ҷоизаро тирамоҳи имсол ба даст оварда буд, яъне тирамоҳи соли гузашта, соли 2024. бозигарони дастаи Сорокампания омоданд ки аз маркази майдон бозиро шурӯъ кунанд. ҳар ду даста ин мавсим ҳаятҳои худро қавӣ карданд баҳри ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар мавсими имсолаи Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футсал. ҳама чӣ барои оғози бозӣ омода аст. доварияи асосии бозӣ низ ин ҷо ба вақти хеш нигоҳ мекунад ва мебинем ки чанд сония дигар боқӣ мондааст ва фурсат диз фаро мерасаду садои шикашро баланд мекунаду бозигарони дастаи Сорокампания бошад аз марзи майдон бозиро оғоз мекунанд. биёед тамошобинон азиз ба ҳайати даста ошно мешавем ва оғоз мекунем аз ҳайати дастаи мизбон, яъне дастаи Сорокампания. дар дарвоза бозӣ мекунад рақами 1 дарвозабони эронӣ Саид Торобиде. дигар бозигарон рақами 9 Файзали Сардоров, рақами 10 Идрисёров, рақами 14 Хуго Алвес Кардозо, рақами 99 Дилшод Саломов. ино бозигароне ҳастанд ки дар ҳайати аввалия бозиро шурӯъ карданд ва дигар бозигароне ки дар ҳайати захира ҳастанд. рақами 11 Фирусангов, 5 Густаво Андерсон да Силва, 7 Муҳаммад Раҷабов, 17 Самандар Ризомов, 75 Лукас Наказато. сармураббии дастаи Сорокампания Пайрав Воҳидов мутахассиси маҳаллӣ аст. ҳайати дастаи Истиқлол чунин аст. дар дарвоза аст рақами 22 Фирӯзбек Муродов, рақами 2 Равшан Оразмуҳаммедов, 88 Муҳаммад Шарипов, 14 Рустам Ҳамидов, 8 Абдуқаим Умаров. бозигарони дигари дастаи Истиқлол ҳастанд ки дар ҳайати аввалия бозиро шурӯъ карданд ва дар ҳайати захира бошад бозигарони мазкур. рақами 13 Самареддин Шамсов, 5 Насратшо Исмоилов, 7 Шавкат Ҳалимов, 10 Комрон Алиев, 12 Некруз Идиев, 17 Ҳикмат Исмоилов, 99 Матеус Соуза Диас Худсон. сармураббии даста бошад Александр Забирадзе мутахассиси гурҷӣ аст. довари асосии бозӣ имрӯза Комрон Хайруллозода аз шаҳри Душанбе аст. дар канорҳо ба кӯмак мекунанд Манучер Замонов аз Душанбе ва Наврӯзҷони Сулаймон аз ноҳияи Варзоб. довари сониясанҷ бошад Абубакр Маҳмадов аз шаҳри Душанбе аст. ба ҳайси комиссари бозӣ бошад ин ҷо фаъолият мекунад Абдулло Соқиф. шоири шумо бошад ман Фаридун Сафарзода ҳастам.
در آغاز رقابت کوشش بازیگران دسته استقلال رو دیدیم. دلشاد سلاموف توپ رو به بازی در آورد. کوشش میکنن اکنون بازیگران دسته سورو کمپانیا. میبینیم که امروز در آغاز رقابت الکی هر دو دسته احتیاطکارانه بازی رو آغاز کرده ایستادند، چون که الکی در بازی که دیروز بود اونجا شاید پس از انجام بازی اون بازی رو تحلیل کردن مربی‌ها، اون اشتباهی که بازیگران در میدان داشتند با اونها فهمانیدن و میبینیم که چگونه دسته احتیاطکارانه بازی رو نیز شروع میکنند. و قبل الکی دو دسته از بازی یکدیگر آگاه هستند، از تاکتیک یکدیگر آگاه هستند و امروز مربی که البته در این مدتی کوتاه تواند که یا خود توانست که الکی با شاگردان خود باز تاکتیک نو را برای این بازی آموزاند و آنها امروز با اون اصول بازی کنند و موفق گردند. پس البته او امروز بهترین خواهد بود. کوشش نوبتی بازیگران دسته سورو کمپانیا بدون نتیجه است. فشار خیلی هم زیاده است از جانب دسته استقلال. سلاموف توپ رو به بازی می‌دارد. دوستم اینجا از کنار چپ میدان توپ رو مجبور میشود که دیگر باره به بازی درآورد دلشاد سلاموف. فیضلی سرداروف موفق نمی شود اینجا از محمد شریفوف گذرد. فرصت پیدا می شود برای دسته استقلال و محمد شریفوف یک امکانی خوب را از دست می دهد. اولین فرصت خوب برای دسته مهمان اینجا به میان آمد. از سایت دسته سورو کمپانیا در بازی دو روزه خیلی فعال بود لوکاس ناکازاتو. گرچه که این بازیگر گل نزد تماشاگران عزیز، اما او در میدان فعال بود و میتوانست که در لحظه‌های ضروری به دسته خود کمک کند، از بازیگران رقیب گذرد و برای هم دسته خود امکانیت‌های گلزنی را فراهم آورد. فرصت پیدا می‌شود برای دسته استقلال و اینجا می‌بینیم که دروازه‌بان ایرانی میتواند این حالت رو برطرف کند. ضربه را اجرا کرد روشن آرز محمدوف. اندک اوسه میگیرد سعید تروبیده. باید به لحظه تکرار متوجه میشیم که چگونه اینجا ضربه زده شد و چگونه در همین فرصت اندک اوسه برداشت دروازه‌بان دسته سورو کمپانیا. اما او آماده است که بازی را ادامه بدهد و دیروز یک گل بسیار هم زیبا رو به دروازه استقلال به ثمر رسانید. سعید تروبیده از بازیگران استقلال گذشت، اونها هیچ گمان نداشتند که او ضربه میزند و با ضربه دروازه کوبی خویش توپ رو تسلیم دروازه فیروز بکمرادوف کرد. من در بازی برای جای سوم نیز ما شاهد یک بازی جالب دیدنی شدیم که اونجا امانت بانک و سپر با هم دیگر بازی کردند و اون بازی با حساب 4-2 به فایده تیم شهر خودجان انجام یافت. در بازی دیروزه که سورو کمپانیا و استقلال نیز داشتند ما شاهد یک بازی بسیار هم تماشابوب گردیدیم و امروز نیز امید بر آن میبندیم که سورو کمپانیا و استقلال بازی بهترین خود را به نمایش میگذارند و مخلصانی که در ورزشگاه هستند و اون نفرانی که بازی را تماشا کرده ایستادند از تماشای آن البته حلاوت نیز میبرند. تغییرات در دسته سورو کمپانیا انجام داده می شود و در همین فرصت میبینیم که چگونه ضربه زد فیضلی سرداروف و اینجا اندک قاعده ویران کنی نیز مقابل این بازیگر انجام داده شد. و پس کوتاه به پیش میروند بازیگران دسته استقلال. پس به قفا محمد شریفوف بسیار خوب اینجا بازی میکند با هم دسته خود. یک فرصت دیگر پیدا میشود و اینجا اکنون ضربه که اجرا نمود رستم حمیدوف. ببینید که چگونه ضربه استوار، چگونه ضربه دقیق بود، اما عبدالقیوم عمروف اینجا کاری دروازه‌بان دسته سورو کمپانیا را آسان کرد و این حالت رو به قبل برطرف نمود. اگر اون نمی بود
توپ در داخل دروازه بود. ضربه که اجرا نمود رستم حمیدوف با رخساره عبدالقایم عمروف برخورده سمتش رو تغییر داد و وارد دروازه نکرد. فشار بیشتر شده است از جانب دسته استقلال. البته آنها فاولند چون که در بازی اول الکی شکست خورده بودند و امروز باید آن شکست رو جبران کنند. به خاطر جبرانی آن شکست باید استقلال نیز امروز سورو کمپانیا رو شکست بدهد تا در بازی سلسله نهایی آنجا حساب برابر کرده شود. تو به بازی در آورده می شود و اینجا یک فرصتی که بود برای بازیگران دسته سورو کمپانیا. محمد رجبوف پاس میدهد به سمت فیروز سنگوف، اما اندکی هم دیگر نفهمین از اینجا بود. ماتئو سوزا دیاز خودسون از سایت استقلال به میدان برآمد با همراهی نصرشو اسماعیلوف. نصرشو با توپ است. فشار اینجا بیشتر می شود از جانب دسته سورو کمپانیا. فیروزبک مرادوف در مسابقه که سال گذشته تیم منتخب فوتسال تاجیکستان اشتراک کرد، یعنی در مسابقه جام آسیا در تایلند، بعداً جام جهان در ازبکستان که آنجا ما در جام آسیا تاریخ سازی کردیم و بعداً با تاریخ سازی خود به جام جهان نیز راه یافتیم و آنجا نیز بازی که ما داشتیم مقابل دسته‌های به مانند قهرمانی اروپا، قهرمانی آفریقا، قهرمانی آمریکا، بازی بسیار هم ارزنده و شایسته هم بود و حتی آنجا بازیگری ما بهترین گل را در همین مسابقه به ثمر رسانید. بختیار سالیوف بازیگری که حالا در دسته سورو کمپانیا بازی میکند و این بازیگر امروز بنابر سبب سلبی صلاحیت در میدان نیست. آنجا ما بسیار هم بازی خوب را از تیم ملی تاجیکستان دیده بودیم و من این را به چه خاطر میگویم چون که ببینید از دسته سورو کمپانیا اون بازیگرانی که در هیئت منتخبی تاجیکستان بازی میکنند زیاد هستند. در هیئت استقلال نیز چنین یکی از این چهره ها محض فیروزبک مرادوف است که در همین مسابقه از زمره قهرمانان اساسی در هیئت منتخبی تاجیکستان بود و سهمی و کمکی او برای دسته منتخب خیلی و خیلی هم زیاد بود. کوشش نوبتی بازیگران دسته استقلال از دسته سورو کمپانیا باشد چهره اساسی فیضعلی سرداروف بود و این بازیگر نیز حتی در موسم گذشته در قطار 3 فوتسال بازی بهترین آسیا اسم فیضعلی سرداروف نیز بود. البته این برای منتخب فوتسالی کشور، برای آن نفرانی که این بازیگر را هواداری میکنند و برای مردم تاجیک نیز باعث افتخار نیز است چون که یکی از فوتسال بازان ما در قطار سگانه بهترین فوتسال بازان در جهان در آسیا البته آنجا شامل شده بود. کوشش نوبتی بازیگران دسته استقلال تقسی کناری راست. اینجا محمد شریفوف پاس میدهد، یک فرصت دیگر توپ رو داشته میگیرد. اینجا سعید تورابیده دروازه‌بان ایرانی دسته سورو کمپانیا. کوشش نوبتی بازیگران دسته سورو اینجا بدون نتیجه است، موفق نمیگردد در همین فرصت سمندر ریزوموف. ببینید که چگونه سه فعالی انجام داده است سعید تورابیده. کوشش نوبتی بازیگران دسته سورو کمپانیا. اندرسون گوستاو نیز در میدان است. سمندر ریزوموف پاسکی توپ را به سمت اندرسون گوستاو پاس میدهد، اما اندکی نفهمی نیز اینجا بود. مخلصان نیز با یک نگاهی عمیق بازی دسته را تماشا کرده استودند.
نصرت شاه پسی به کناری راست، کوشش بازیگرانی دسته استقلال. ضربه اجرا کرده می شود و توپ رو داشته می گیرد سعید توروبیده. گوستاو اندرسون دا سیلوا. این موسم فوتسال بوزونی برزیلی با سوپرلیگای تاجیکستان از سایت دستوی سورو کمپانیا استقلال سپر دیده شدند و بازی مجلوی خشون نیز نشان دادند. در این میان دو لیگانر در دست سپر این موسم بسیار هم فعال بودند. همچنین از سایت استقلال ماتئو سوزا دیاز، لوکاس ناکازاتو و اندرسون گوستاو از سایت سورو کمپانیا. من برزیل هم در فوتبال و هم در فوتزال در جهان و قبل یک منتخبی است که از همه بیشتر عنوان‌های قهرمانی را به دست آورده است. اگر 5 مرتبه دسته در جهان در فوتبال عنوان قهرمانی را صاحب شده باشد، پس در همین مقدار در فوتزال نیز آنها عنوان قهرمانی را صاحب شدند. تا هنوز حساب در بازی میان دسته سورو کمپانیا و استقلال در بخور امروزک شده نمی شود. نسبت به دسته سورو کمپانیا تا همین لحظه ما فاولی بازیگران دسته استقلال را دیده استودیم که آنها بیشتر تلاش کرده استودند، بیشتر کوشش کرده استودند تا باخت بازی اول را امروز جبران کنند. گلشک لحظه با یاردمچی خود امروز نیز در مجمع ورزشی کمیته اندازی جمهوری تاجیکستان با تماشای بازی فینالی موسم امسال سوپرلیگ آمده است. در بازی دیروزه نیز ما او را دیده بودیم و من در هر یک بازی که در فوتبال هست در لیگ اولی ما سرمربی تیم ملی کشور را میبینیم و حالا در بازی فوتسال نیز او در میدان است و از تماشای این بازی ها البته حلاوت میبرد و به خود شاید چیزی نیز بگیرد. از ضربه جریمه توپ به بازی در آورده شد. فشار خیلی و خیلی هم زیاد می شود از جانب دسته استقلال. فرصت برای دسته سورو کمپانیا. بسیار هم خوب سلاموف، ضربه سلاموف اما دقیق نبود. رستم حمیدوف اینجا اندک خود را نوتا پیس می کند. شاید با یاری تیبی احتیاج داشته باشد اینجا رستم حمیدوف و میبینیم که خوب است بازی را ادامه داده میتواند. رستم حمیدوف از این بازیگرانی کلیدی در هیئت دسته استقلال محسوب می شود. آسیب گرفتن او به فایده دسته در بازی امروز نخواهد بود. اشتباه میکند فایز علی سرداروف. نصر شاه امکانیت برای دسته استقلال توسط کنار راست هجومی دسته ادامه مییابد. تلاش کرده است اینجا اشتباه خود را جبران کند. فایز علی سرداروف و جبران نیز میکند توپ را در نزدیک پای رقیب زده دور کرد. دوباره خوبی بازیگران دسته استقلال از کنار شب هجومی دسته را اندازی کرده می شود. ضربه هم اجرا کرده می شود از جانب رستم حمیدوف اما بالاتر از دروازه ضربه زده و میدان را ترک می کند. درستتر دروازه سعید توروبیده را به نشان گرفته نتوانست.
غلبه در بازی امروزه نیز نمیتواند تماشابینان عزیز سورو کمپانیاро قهرمانی موسم امساله سوپرلیگ توجیکستان اوید به فوتسال گرداند، چونکه دسته که بر اساس نظامنامه مسابقه در سلسله نهایی سوپرلیگ فوتسال توجیکستان 3 پیروزی به دست میارد. پس این دسته میتواند که اولویت را در موسم امساله به دست آورد. کوشش نوبتی بازیگران دسته استقلال جو موفق نمیگردند. عبدالخیم عمرов بود که تلاش کرد اما موفق نشد. رستم حمیدوف، فیروزبک مرادوف، نصرتشاه جو ضربه قوی زده نمیتواند. نصرتشاه اسماعیلوف دوباره با دیگر برای بازیگران دسته استقلال فرصت پیدا می شود برای دسته استقلال. از جانب خوگو آلویس کاردوزو قاعده بازی مقابل بازیگر دسته استقلال بیرون کرده شد. و همین خاطر ضربه جریمه نیز از جانب داور به دسته استقلال داده می شود و باید متوجه میشیم که از همین فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته استقلال. عبدالخیوم پس میدهد، ضربه نیز اجرا کرده می شود اما روشن اورز محمدوف اینجا درست‌تر دقیق‌تر در حوزه سعید طارابیده رو به نشان گرفته نتوانست. کوشش نوبتی بازیگران دسته استقلال چرا فاول است در همین موقع. عبدالخیم عمرов دیروز گل نیز زد این بازیگر و حالا نیز در همین موقع فاول نبازی کرده ایستاده است. فیروزبک مرادوف را امروز مشاهده میکنم که توکل نمیکند، از موقع خویش بیرون نمیشود، تنها به مرکزی میدان دسته رقیب میآید و خلاص. و اینجا ضربه که بود از جانب بازیگر دسته استقلال تو به تیر دروازه برخورد. ضربه را اجرا کرد عبدالخیم عمرов. باید متوجه میشویم چگونه ضربه استوار، چگونه ضربه دقیق، چگونه ضربه قوی بود، اما تیر دروازه به سورو کمپانیا کمک کرد تا توپ وارد دروازه این دسته نگردد. فیروزبک مرادوف پسیو به سمت محمد شریفوف. شریفوف تو از دست میدهد، فرصت هست برای دسته سورو کمپانیا و ضربه که از جانب سمندر نظاموف است اینجا میتواند برطرف کند فیروزبک مرادوف. در همین فرصت میتوانست که پس بدهد به لوکاس نکازاتو. سمندر نظاموف هم چنین نکرد. در همین فرصت ببینید که چگونه مسیب رسانیده است محمد رجبوف و فیروزبک مرادوف.
و با میدان برآمدن لوکاس ناکازاتو اندکی بازی دسته سورو کمپانیا جونداک می شود. میبینیم که اونو بیشتر توجه خود را به خط حمله کرده استند، ولی که دو فرصتی خوب نیز داشتن. برو داشته میگیرد سعید توروبیده، هیچ خود ویران کنه نیست. ریزوموف، لوکاس ناکازاتو، از کنار راست میدان توپ بازی در آورده می شود از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا. تا هنوز در بازی دسته سورو کمپانیا و استقلال ما شاهد گل نمیشویم در بازی دوم مرحله نهایی سوپرلیگ تاجیکستان در موسم امسال. گرچه که در بازی اول ما شاهد یک بازی سرگل شده بودیم، امروز نیز شاید بازی سرگل شویم، چون که اولو وقت زیاد است و هر دو دسته میتوانند که در میدان بازی بهترین خود را نشان بدهند و به موفقیت نیز نائل بگردند. ناکازاتو اینجا با رستم حمیدوف مبارزه کرد، خواست که از او را گذراند اما موفق نشد و پس داد. و اکنون در این فرصت تماشاگران عزیز ببینید که چگونه قاعده بازی را ویران میکند. فیروزبک مرادوف کارت زرد نیز به او نشان میدهد داور. همین گونه عمل شرط نبود. اکنون وقتی که توپ در نزد پای رقیب نیست برای چی مقابل او قاعده بازی ویران کرده می شود. کارت زرد نشان داده می شود به فیروزبک مرادوف. در همین فرصت ببینید که چگونه قاعده بازی را ویران میکند مقابل لوکاس ناکازاتو، مقابل بازیگری که در بازی گذشته در بازی دیروزه یکی از بهترین ها در دسته سورو کمپانیا بود و امروز نیز با میدان برآمدن خود میبینیم که تا همین لحظات چگونه رفتی بازی رو دیگر کرده است و چگونه در میدان فاول است. لوکاس ناکازاتو باعث یک بازیگری بازی ساز باعث یک بازیگری کلیدی در میدان ببینید که چگونه با حملگران کمک کرده است و اونو پاس داده است. لوکاس ناکازاتو دیروز نیز در بازی دستا وقتی که همین گونه قاعده ویران کنی بود نفهمی میانی بازیگران سر زد و اونجا اساتی هر دو دسته بازیگرانی بودند که کارت‌های سرخ گرفتند و امروز بنابر سبب سلبی صلاحیت در میدان نیستند. سعید توروبیده توپ را داشته میگیرد. فیضعلی سرداروف زود باید توپ را گرفته به خط حمله شد و بعد اندکی بیشتر توپ را در اختیار خویش نگاه داشته استند بازیگران دسته سورو کمپانیا. دلشاد سالاموف فیضعلی سرداروف پسی با دلشاد سالاموف فرصت پیدا می شود برای دسته سورو کمپانیا. ضربه هم زده می شود، یک ضربه دیگر و اینجا توپ با توپ علوی دروازه می رسد. هم ضربه که داشت دلشاد سالاموف و هم ضربه که داشت فیضعلی سرداروف. ببینید
چی گونه گذشت از نصرت شد، ضربه زد دلشاد سلاموف پهلوی راستی دروازه و بعداً ضربه که از جانب فیضلی بود اینجا با پهلوی چپی دروازه برمیخورد. اینجا بخت فیروزبک مرادوف میخندد که توپ وارد دروازه او نمیشود. نزدیک بودند بازیگران دسته سورو کمپانیا تا در بازی امروزه حساب را کشوند. 5 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام قسم اولی بازی، اما این 5 دقیقه در فوتسال میتواند که زیاد باشد. فرصت هست، ادریس یوروف ضربه او و گل. اشتباه از جانب فیروزبک مرادوف و گل به فایده سورو کمپانیا. ادریس یوروف در دقیقه 15 بازی حساب را میکشوید. تماشاگران عزیز، در بازی گذشته نیز ادریس یوروف گل زده بود، در بازی امروزه نیز او مشرف به زدن گل میشد. ببینید که چگونه اشتباه میکند. اینجا فیروزبک مرادوف اشتباه کرد، از او گذشت، ادریس ضربه زد و تو باشد در داخل دروازه است. عصبانیت بودن در میدان تا جای و چنین قرارهای نادرست و چنین اشتباهات نیز آورده میرسند. و همین خاطر باید در میدان آزاد بود، در میدان روحیه خوب داشت تا توانست موفق گردید. اکنون اینجا پیرواییدوف به شاگردان خود میگوید که در ادامه باید آنها چگونه در میدان بازی کنند تا توانند که حساب را نگاه دارند، تا توانند که باز هم حساب را به فایده تیم خود در ادامه جمع بست کنند. اما استقلال پس از آنکه توپ را از داخل دروازه گرفت باز هم فشار را بیشتر میکند و آنها بهری برابر کردن حساب و آنها بهری از حساب پیش گذشتن از سورو کمپانیا در ادامه تلاش خواهند کرد، چون که در بازی اول آنها مغلوب شدند. بازی امروزه برای دسته استقلال بسیار مهم خواهد بود. نو بس از آنه که اولا این دسته در میدان خانگی خود مقابل سورو کمپانیا اولا بازی دارد. باید بازی بران کرده می شود از جانب عبدالقیم عمروف. از پای افتانید خوگو آلویس کاردوزا را میبینیم که اکنون امروز بازیگران دسته استقلال بیشتر لیگنرهای دسته سورو کمپانیا را از پای افتانیده ایستادند. چند لحظه پیش دیدیم که باید بازی مقابل لوکاس ناکازاتو بیرون شده بود از جانب فیروزبک مرادوف، اونجا کارت زرد نیز بود با دروازه‌بان استقلال و حالا باشد میبینیم که اینجا قاعده بازی مقابل هوگو آلویس کاردوزا بیان کرده می شود. یکی از بازیگران فاولی که این موسم بود در حیاتی اونجا گل میزنند بازیگران دسته استقلال. عبدالقیم عمروف حساب را برابر میکند، در یک فرصتی به میان اومده. بسیار اینجا چست و چلاکی خوب کرد عبدالقیم عمروف. این بازیگر نیز در بازی دیروز گل زده بود و حالا نیز میبینیم که چگونه با یک ضربه هدفرسی خود توپ را به دروازه سعید ترابیده میزند. باید چنین چست و چلاک بود، باید چنین در میدان هم دیگر فهمی خوب داشت تا توانست که موفق کرد. ببینید که در همین فرصت چگونه هم دیگر فهمی اولی در اجرای حکمت اسماعیلوف و عبدالقیم عمروف بود و عمروف نیز با یک ضربه خود توانست که توپ را به دروازه سعید ترابیده زند که اونجا دروازه‌بان ایرانی دسته سورو کمپانیا هیچ انتظار نداشت که اونجا ضربه از جانب عبدالقیم اجرا کرده می شود. یکی از بازیگران فاولی که گفتم این موسم بود باز از زمره لیگنرها این ادواردو آرنالدو است از این دسته سپر که این بازیگر نیز بیشتر گل زد این موسم، بیشتر فعال بود و به دسته خود نیز بسیار هم کمک‌های زیاده کرد تا سپر که یک موسم در سوپر لیگ نبود دیگر برو احیا شد تواند دسته تا به مرحله نیم نهایی مسابقه بیاید. در مرحله نیم نهایی مسابقه دسته سپر در دو بازی مغلوب شد از دسته سورو کمپانیا. در یکی از بازی با حساب 6-3، در دیگر بازی باشد با حساب 3-1. استقلال باشد با حساب 4-2 و 2-1 مقابل امانتبان پیروزی را به دست آورد.
محمد شریپوف اینجا توپ رو به بازی می‌دارد. کوشش نوبتی بازیگرانی دسته استقلال. توپ را به خوبی بازیگرانی دسته سورو کمپانی اینجا قاعده ویران کنی نیست. پس انجام داده می شود. ادریس یوروف پسیو به کاردوزا، سلاموف، سرداروف. لکه بازیگران استقلال همه موقع خویش رو اشغال کردند و ادامه حمله برای دسته سورو کمپانی دشوار نیز خواهد بود. ادریس یوروف فرصت هست برای دسته سورو کمپانی و اینجا کسی نیست که باید رسیش توپ رو به دروازه فیروزبک مرادوف زند. ضربه کنجی به فایده سورو کمپانی. در همین فرصت ببینید که چگونه با مشکلی این حالت رو برطرف میکند حکمت اسماعیلوف. سلاموف برطرف میکند این حالت رو. کاردوزا، بختیار سالیوف بازیگری که دیروز آنجا خرخشه را آغاز کرده بود در بازی میان این دو دسته از حق دو بازی محروم شده است. و همچنین با مبلغ 500 سومانی جریمه نیز گردیده است برای رعایت نکردن طلبات ماده 7 بندی 7 کودکس انتظامی لیگ فوتسال تاجیکستان. نورالدین جباروف دروازه‌بان دسته سورو کمپانی نیز از حق دو بازی محروم کرده شد و اون نیز 500 سومانی جریمه شده است. و همچنین خودی دسته سورو کمپانی نیز اینجا تغییرات در دسته استقلال انجام داده می شود. با مبلغ 1000 سومانی جریمه کرده شده است. از هیئت استقلال باشد رحمان علی شریپوف از حق دو بازی محروم شده 500 سومانی جریمه گردیده است و همچنین دلیل رحیموف نیز در دو بازی محروم شده 500 سومانی جریمه شده است. قسم اولی بازی با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه می‌یابد با گل ادریس یوروف و همچنین با گل عبدالقیوم عمرو. تنفس میکنیم و پس از چند لحظه باز به مجمع ورزشی کمیته اندازی جمهوری تاجیکستان برمیگردیم و یک جای نیمه دوم بازی رو تماشا میکنیم که اونجا بازی باز هم جذاب‌تر خواهد بود. مراقبت کنید.
گل زد. اینجا ادریس یوروف در دقیقه 15 و بعدا از سایت استقلال پس از 1 دقیقه عبدالقیم عمروف توانست که تناسب را برابر کند و دستا با نتیجه مساوی به تنفس رفتند و اکنون می‌بینیم که در نیمه دوم بازی چه نتیجه واقع گرفته می شود و چه بازی ما و شما را انتظار خواهد بود. البته بازی جالب ما و شما را انتظار خواهد بود، چون که در قسم اول نیز ما و شما دیدیم که دستا چگونه یک بازی خوب نشان دادند، اما تا جای در آغاز بازی تا اون لحظه که ادریس یوروف با زدن گل دست یافت از اشتباه خود فیروزبک مرادوف استفاده برده این بازیگر گل زد. ما دیدیم که دستا چگونه یک بازی احتیاطکارانه را نشان میدادند و اونجا موقع ها بودند برای بازیگران هر دو تیم، اما بازی احتیاطکارانه تا جای باعث بران شد که دستا دیرتر گل زنند. قسم دوم بازی شروع می شود و بازی را آغاز میکند رستم حمیدوف از مرکزی میدان و متوجه میشیم به ادامه بازی که اونجا چی نتیجه خواهد بود. حالا فرصت هست برای دسته سورو کمپانی الکی در آغاز رقابت. ما تلاش فیضلی سردارف را میبینیم. بیاید به هیئت دستا در قسم دوم متوجه میشیم و بعدا باز آیدی بازی به شما خواهیم گفت. هیئت سورو کمپانی در دروازه رقم 1 سعید تروبیده، دیگر بازیگران رقم 9 فیضلی سردارف، 10 ادریس یوروف، 14 خوگو آلویس کاردوزا، 99 تیمشون سلاموف، از هیئت ذخیره 11 فیروسنگوف، 5 گوستاو اندرسون دا سیلوا، 7 محمد رجب، 17 سمندر ریزومو، 75 لوکاس نکازاتو، سرمربی دسته پیروایدوف. هیئت استقلال باشد چنین است: در دروازه رقم 22 فیروزبک مرادوف، دیگر بازیگران رقم 2 روشن اورز محمدوف، 88 محمد شریفوف، 14 رستم حمیدوف، 8 عبدالقیم عمروف، در ذخیره باشد سمرالدین شمسوف، 13 5 نصرت شاه اسماعیلوف، 7 شوکت حلیموف، 10 کامران علیوف، 12 نکروز ایدیوف، 17 حکمت اسماعیلوف، 99 ماتئو سوزا دیاز کودسون، سرمربی دسته الکساندر زبرادزه. کوشش نوبتی بازیگران دسته استقلال به متوجه میشیم. عبدالقیم عمروف توسط کناری راستی میدان هجومی دسته را ادامه میدهد، از چند نفر میگذرد و توپ را نیز از دست داد. اکنون اینجا عبدالقیم از دروازه توپ را به بازی خواهد در آورد. فیروزبک مرادوف سمندر ریزوموف از کناری میدان توپ را به بازی در آورد. روشن اورز محمدوف، فیروزبک مرادوف، فشار بیشتر می شود از جانب دسته استقلال. فیروز بسیار خوب، عبدالقیم ضربه او توپ را واسه میشوند بازیگران دسته سورو کمپانیا. پس تو با ادریس یوروف اومده نمیرسد و اینجا قاعده بازی اکنون بیرون کرده می شود مقابل فیضلی سردارف. و در همین فرصت ببینید که چگونه با یک پای غیجی خود روشن اورز محمدوف قاعده بازی رو بیرون کرد. فیضلی، سلاموف، یوروف، بسیار خوب هجومی دسته سورو کمپانیا. اینجا بدون نتیجه بود. تو برای دیگر بوره دسته سورو توسط کناری راست کوشش نوبتی بازیگران سورو کمپانیا. فیضلی سردارف اینجا موفق نمی شود. توپ را به بازی خواهد در آورد اینجا فیضلی سردارف. سعید تروبیده ضربه میزند اما اندک بلندتر. اینجا ادریس یوروف اشاره میکند که میتوانست که در این موقعیت به او پاس بدهد. عمروف پسی به قفا. رستم حمیدوف
رستم حمیدوف یکی از بازیگران کلیدی در حیاتی دسته استقلال محسوب می شود. در خطر فیروزبک مرادوف و همچنین محمد شریفوف در موسم امسال و فعالی عبدالخیم عمروف و ماتئوس سوزا دیاسکوسون نیز اینجا میتوانیم قید کنیم. بعدا نصرشاه اسماعیلوف نیز یکی از بازیگران میتواند در لحظه ضروری به تیم خود کمک کند. و اینجا میگذارد فیروزبک مرادوف و از فیضلی. سلام افت برو از دست میدید. داور باشد اشاره میکند که اینجا قاعده بازی رو ویران کرده است. عبدالقیم عمروف ادریس یاروف سمندر نظاموف که قبلا شرف دسته استقلال را حمایت میکرد، طول این موسم و شرف تیم عمان چند موسم اخیر شرف دسته سارو کمپانیا را حمایت میکرد. فیروزبک مرادوف که قبلا در حیاتی دسته سارو کمپانیا بود، ولی اکنون به یکی از بازیگران کلیدی استقلال مبدل گردیده است. عمان چنین گزارش بوده میان بازیگران این دو دسته. پیروسان گفت موفق نمی شود. سانگوف سرم خوب اوگو آلویس کاردوزا. اکنون سگونه دلشاد سلاموف، فیضلی سرداروف و همچنین لوکاس ناکازاتو از میدان بیرون شدند و با جای آنها اوگو آلویس کاردوزا، پیروز سانگوف و ناکازاتو بازی کرده است. سمندر کاردوزا، سعید توروبیده. الان اینجا یکی از بازیگران دسته استقلال رستم حمیدوف نه چندان خوب خود را احساس میکند. یوری تیبی به او رسانیده می شود. به نظر می رسد که اینجا تماشاگران عزیز اوسیبی رستم حمیدوف توجیه جدی هم هست. او با یوری دیگران ترک میدان میکند. در ادامه اگر بازی را ادامه داده نتواند پس برای دسته استقلال توجیه وزمین خواهد بود، چون که یکی از بازیگران کلیدی ترک میدان میکند. اندرسون گوستاو اینجا تو رو در میدان نگاه داشته نتوانست. نکروزیدیف از کناری راست تو برو با بازی می‌دارد. نصرتشاه بسیار هم خوب. ماتئوس سوزا فرصت هست برای اسماعیلوف اما موفق نمی‌گردد. دستگیری مخلصان بیشتر می‌شود. روندی بازی باشد باز هم شدت میگیرد.
یعنی صورتی بازی باز هم پرشدت می شود و می بینیم که چگونه دسته استقلال اینجا فشار آورده است. فرصت پیدا می شود برای دو بازیگر دسته استقلال و ضربه سومین بازیگر این دسته می بینیم که سعید تورابیده توپ رو داشته می گیرد. یعنی ماتئو سوزا، نکروزی دیف و بعدا کوشی که شریفوف داشت اینجا موفق نگردیدند. فیروز سنگوف، گوستاو اندرسون دا سیلوا. برای تا هنوز در ادامه دیگر ما نمیبینیم که پایرا بویدوف نکازات و لوکاس رو به میدان برآورد. یکی از بازیگران فاوله که امروز نیز در میدان چند لحظه که بود فاولانه بازی کرد. امکانیت برای فیروز سنگوف توپ رو نگاه داشته نتوانست. فیروز بکمرودوف باشد اکنون از دروازه توپ رو به بازی می‌دراند. نکروزی دیف، نصرشو اسماعیلوف اینجا درست در پس دادن نمیتواند. فرصت است برای دسته سورو کمپانیا، امکانیت است و اینجا چگونه فرصت رو از دست می‌دهد فیضعلی سردوروف. پس را انتظار نبود از جانب هم دسته خود، اما پس می‌دهد در همین فرصت فیروز سنگوف. ببینید که الکی اینجا خودی فیروز بکمرودوف ضربه نوزده سنگوف خود را به سمت فیضعلی پرتافته بود و میتوانست که خودی فیروز سنگوف در همین فرصت ضربه زند. یک امکانی 100% گلزنی را از دست میدهند بازیگران دسته سورو کمپانیا. ببینید که باری دیگر اینجا کارگردان فیروز بختیبکوف اینجا این حالت رو به مشمول نشان میدهند و در همین فرصت خودی فیروز سنگوف امکانی خوب داشت. در همین فرصت میبینیم که فیروز از سایت استقلال، فیروز از سایت سورو کمپانیا و کارگردانی ما نیز فیروز هستند. سه فیروز ها چگونه این حالت رو یکی موفق نشد، دیگری برگردونده نتوانست، دیگری باشد با مشمون رو تکرارا نمایش میدهد. حالا اینجا شیوا میکند اکنون نکازاتو. اون رو تعریفی بعد کردیم، شاید به او چشم رسید که درست‌تر حالا با هم دسته خود پس دادن نمیتواند. در آن حالتی که کسی به او فشار ناورده شده است. نکروزی دیف توپ را به بازی درآورد. فشار بیشتر می شود از جانب دسته سورو کمپانیا. کوشش بازیگران دسته استقلال، فرصت پیدا می شود، امکانیت هست، ضربه زده می شود و اینجا سعید تورابیده می تواند که این حالت رو برطرف کند. بسیار امکانی خوب بود برای دسته استقلال. باید متوجه میشیم که چگونه محمد شریفوف ضربه زد و در همین فرصت بسیار خوب بازی میکند ماتئو سوزا دیاسکوتسون. اومده است بهری توپ رو به بازی در آوردن محمد شریفوف. با ضربه که بود از جانب ماتئو سوزا بالاتر از دروازه تو میدان رو ترک کرد. زود توپ رو به بازی می درآورند بازیگران دسته سورو کمپانیا. نکازاتو بسیار خوب، اما توپ رو نگاه داشته نمیتواند در اختیار خود فیروز سنگوف. محمد شریفوف توپ رو گرفته به پیش می رود. سعید تورابیده دسته سورو کمپانیا از عمره دسته است در سوپرلیگ فوتسال کشور که نسبت به دیگر دسته آنها بیشتر البته عنوان قهرمانی رو به دست آوردن. حالا باید به همین فرصت متوجه میشیم. فیروز بکمرودوف با صورت بلند و پیش حرکت میکنند. امکانیت است برای دسته استقلال توسط کنار چپ
توپ را از دست می‌دهد اکنون بازیگر این دسته و ضربه که هم بود اون رو برطرف می‌کند. در همین فرصت ماتئو سوزا. ناکازاتو، ادریس یوروف بسیار هم ضربه قوی دارد، اما در بازی امروز ما یگان ضربه او را ندیدیم. فیضعلی سرداروف، فیضعلی نیز بسیار هم همین گونه ضربه قوی دارد. فیروزبک مرادوف توپ را داشته میگیرد. البته به دروازه فیروزبک مرادوف نیز گل زدن کار سهل و ساده نیست. فیضعلی، دلشاد سالاموف، بسیارم خوب و پاسای کوتاه با پیش میروند بازیگران دسته سورو کمپانیا. سالاموف اینجا در همین فرصت توپ را از دست میدهد. فیضعلی سرداروف، فیضعلی اینجا به تنهایی کوشش کرده است و قاعده بازی مقابل ویران کرده می شود از جانب محمد شریپوف. ببینید که فیضعلی به تنهایی توانست که از بازیگران دسته استقلال گذرد و آنها مجبور شدند که قاعده بازی را اینجا مقابل ویران کنند و حتی اعتراض نیز میکنند بازیگران دسته استقلال. نفری که قاعده بازی را ویران کرد خود میداند که گناهکار است. در یک سمت تأسف میخورد که در همین موقعیت قاعده بازی را ویران نمود. فرصت پیدا می شود برای دسته سورو کمپانیا. باید متوجه میشیم به همین فرصتی که اولاد دارند بازیگران این دسته. بار دیگر کارگردان فیروز بختیبکوف همین حالت را به ما شما نشان میدهند و ببینید که چگونه جا رسیش محمد شریپوف از پای افتانید فیضعلی سرداروف را. خود فیضعلی سرداروف و همچنین در پهلوی او ادریس یوروف در نزد توپ هستند و میبینیم که کدام از اینها از همین موقعیت ضربه را اجرا میکنند. هر دو هم ضربه قوی دارند، هر دو هم ضربه استوار دارند، هر دو هم تجربه دارند که در همین گونه فرصت‌ها ثمرناک و فایده دسته استفاده کنند. فیروزبک مرادوف و دیگر بازیگران استقلال نیز موقعیت میگیرند. خود فیضعلی ضربه میزند، فکر میکنم اینجا پس میدهد، ضربه اجرا کرده میشود از جانب لوکاس ناکازاتو اما بلندتر. اینجا خواستن یک بازیگزاری رو به راه مانند و موفق گردند بازیگران دسته سورو کمپانیا، اما ضربه زده ناکازاتو به قول همه را به بادی فنا داد. کوشش نوبتی بازیگران دسته سورو کمپانیا. فرصت است برای فیضعلی سرداروف چگونه از همین فرصت استفاده بردن نمیتواند. فیروزبک مرادوف چگونه در همین حالت موفق شد که توپ را زده دور کند در نزد پای فیضعلی سرداروف. ببینید که چگونه فرصت ها برای دسته سورو کمپانیا به میان آمده ایستادند، چگونه امکانیت ها هستند اما موفق نشده ایستادند بازیگران دسته میزبان. الکی چند حالت خوبی گلزنی را از دست میدهند بازیگران دسته سورو کمپانیا. کوشش نوبتی، نبودن رستم حمیدوف در میدان احساس می شود از سایت دسته استقلال که اوسه برداشته میدان را ترک کرد. لوکاس ناکازاتو، پس با فیضعلی سرداروف در دو کنار. فیضعلی و ناکازاتو بسیار هم خوب بازی کرده ایستادند.
فیضلی توپ را از دست داد. دیگر بار توپ را سوی میشود. هیچ قاعده ویران کننده نیست. پس یوبنک از عطا فرصت هست. ضربه اجرا کرده میشود از جانب ادریس یاروف. ما میبینیم که باز هم اینجا اندکی خود را خوب احساس نمیکند فیضلی سرداروف. مخلصان زیاد در مجمع ورزشی کمیته اندازی شهر دوشنبه با تماشای بازی جالب، با تماشای بازی نهایی تشریف آوردن. البته اون نفرانی که امروز به تماشای بازی اومدن از تماشای بازی حلاوت بردن هیچ گاه پشیمون نخواهند شد که بازی دستیابی سورو کمپانیا و استقلال را از نزدیک تماشا کردند. برعکس آنها باز هم اشتیاقمند میشوند و باز هم در بازی می‌بینند که دستات در مرحله نهایی دوران برای دستگیری دستای خود به میدان می‌آیند، چون که تماشای بازی از نزدیک باز هم حلاوتی دیگر دارد. و در همین فرصت اعتراض میکنند بازیگران دسته استقلال که قاعده بازی ویران شده است، مخصوصا محمد شریفوف، اما داور اینجا به چیزی اشاره نمیکند. حالا از کنار راستی میدان توپ به بازی درآورده می شود از جانب نکروزیدیف، بازیگری که در موقع رستم حمیدوف بازی کرده است و می بینیم که خود رستم نیز به میدان برگشته است. در موقع عبدالخیر باشد اینجا اکنون نکروز بازی کرده است. ادریس یاروف، هوگو آلویز کاردوزا، فرصت پیدا می شود برای دسته سورو کمپانیا. توپ رو داشته میگیرد اینجا فیروزبک مرادوف. تا همین لحظه در نیمه دوم بازی نه سورو کمپانیا نه استقلال نمیتوانند که اولو به زدن گل دست یابند. دو گلی که ما دیدیم هر دو هم در قسم اول بود، گرچه که فرصت بودند در قسم دوم هم از جانب بازیگران استقلال هم فرصت خوبی که بازیگران دسته سورو کمپانیا داشتند. باز هم واسه میگیرد رستم حمیدوف. باید متوجه میشیم که چگونه در همین فرصت قاعده بازی مقابل ویران کرده شد از جانب هوگو آلویز کاردوزا. ادریس یاروف پاسی سمندر ریزوموف رو قبول کرد، بعداً باز به قفا پاس داد و سمندر سعید توروبیده ضربه او به خط حمله و اینجا موفق نمی شود که توپ را سوی بگردد در مبارزه با روشن آرز محمدوف سمندر ریزوموف. 10 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 1-1 مساوی است. دسته که 3 غلبه به دست می آورد، پس این دسته قهرمان موسم امساله سوپرلیگ تاجیکستان به فوتسال از فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته استقلال. یک ضربه دیگر از جانب نکروزیدیف و بلندتر در نوبت اول سیفیولی از جانب سعید توروبیده بود. ببینید که چگونه اشتباه میکنند اینجا در نیمه میدان بازیگران دسته سورو کمپانیا و این اشتباه توجه بر ضرر دسته نیز خاتمه یافته ایستاده بود. اگر از همین فرصت ثمراناک استفاده میکرد نکروزیدیف، پس حالا ببینید که استقلال در حساب پیشگام میشد. اشتباه ها را نیز امروز دیده ایستادیم در اخری که این دو دسته حالا دارند و مخصوصا اشتباهی که فیروزبک مرادوف انجام داد اونجا
ادریسیوروف گل زده بود و بعداً باز چند اشتباهی که بود اونجا حالتی گلزنی بسیار هم نزدیک بود اما موفق نگردیدند آن بازیگرانی که همون فرصت را در اختیار داشتند. کوشش نوبتی بازیگران دسته استقلال نصرالشاه اسماعیلوف پس که داد به رستم حمیدوف میبینیم که او موفق نگردید در همین حالت. بازی ادامه میکند. دلشاد سلاموف، سمندر ریزاموف، هوگو آلویز کاردوزا. توپ از میدان بیرون میشود. ریزاموف زود توپ را به بازی میدرارد. سعید ترابیده و اینجا اکنون اشتباه میکند دروازه‌بان ایرانی دسته سورو کمپانیا. پیروزبک مرادوف تا به نیمه میدان میاد. پسی با هم دستش اکروزی دیف ماتیو سوزا سمندر ریزاموف هجومی دسته سورو کمپانیا و ضربه که بود از جانب هوگو آلویز کاردوزا میبینیم که بلندتر از میدان بیرون میشود. کوشش نوبتی از جانب دسته استقلال توسط کنار چپ توپ را از دست میدهند. زود فیروز سنگوف اکنون هجومی دسته سورو کمپانیا اون اینجا رو اندازی میکند. سنگوف فرصت هست، ضربه او و کسی نیست که از همین فرصت استفاده کند و پسی که بود از جانب فیروز سنگوف البته دو جای پسی موفق نیز نبود در همین لحظه و در همین فرصتی که اونجا اگر میخواست همین حالت را استفاده کند هوگو آلویز کاردوزا. نصرالشاه اسماعیلوف زود توپ را به بازی می‌درارد. الکساندر زابیرادزه متخصص گرجی سرمربی دسته استقلال از همین فرصتایی که شاگردانش استفاده بردن نتوانسته ایستادند. جای اندک غضب‌آلود می شود. موفق نمیگردد در همین فرصت گوستاو اندرسون. زود نصرالشاه اسماعیلوف توپ را به بازی درآورد. فیروزبک مرادوف، عبدالقیوم معروف زود با پاس‌های بسیار هم خوب به هجوم میروند. بازیگران دسته استقلال امکانیت هم هست بهری زدن ضربه هم زده میشود از جانب عبدالقیوم معروف و ببینید که چگونه در دروازه اینجا در موقع خود استوار است سعید ترابیده و میتواند که همین حالت را با سیفه خود برطرف کند. لوکاس ناکازاتو سمندر ریزاموف گوستاو اندرسون فشار میارند بازیگران دسته سورو کمپانیا. فیضعلی سرداروف نیز به میدان برگشته است. بودن فیضعلی سرداروف در خط حمله دسته سورو کمپانیا این خود یک انگیزه نو برای بازیگران دسته است. و ببینید که در همین فرصت چگونه موفق نمیگردند بازیگران دسته سورو کمپانیا. انبوی زیادی مخلصان دسته نیست تیم خود را ببینید که چگونه یک دیلانه دستگیری کرده ایستادند.
البته فوتزال در کشور ما در مرحله نوین انکشاف است. مخلصان این رشته ورزش نیز در کشور ما روز به روز زیاد گردیده ایستادند و البته اون شاهکاری هایی که در سال 2024 منتخب فوتزالی ما نشان داده بود در عرصه بین المللی باعث دستگیری، باعث افتخار و باعث یک شرفمندی بزرگ هم هست که ما در آسیا در قطار چهارگانه بهترین دستا بودیم و همچنین بار اول در تاریخ خود به جام جهانی این مسابقه که از بنفوذترین مسابقه محسوب می شود راه خط به دست آورده بودیم. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال بود اما موفق نگردیدند. فیروزبک مرادوف ضربه او بلندتر اجرا کرده می شود. پنج دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی بازی. حساب مساوی 1-1 است. از هیئت سورو کمپانیا ادریس اروپ، از هیئت استقلال عبدالخیوم عمرов گل‌ها را به ثمر رسانیدند. عمرов بسیار هم خوب فرصت پیدا می شود برای دسته استقلال. ضربه و گل. عبدالقیوم عمرов دوبل میکند تماشابینان عزیز و باز هم به مانند گلی که در قسم اول زد با چست و چالاکی خیش میبینیم که در قسم دوم نیز باز هم با چست و چالاکی خود و زدن گل دست مییابد. حساب 2-1 به فایده استقلال میشود. اکنون کامبک کرده ایستادند بازیگران دسته استقلال. ببینید که چگونه با سرعت بلند خود گذشت از بازیگر دسته سورو کمپانیا، از گوستاو اندرسون و بعداً با ضربه هدف رسی خود دوباره تسلیم دروازه سورو کمپانیا نمود. حساب 2-1 به فایده دسته استقلال می شود. زود اکنون اینجا هم پیروایدو و هم الکساندر زبیرادزه یک از اونو تایم اوت میگیرند و میبینیم که زود به شاگردان خود توصیه میدن که در ادامه واخوری در دقیقه باقی مانده چگونه در میدان هنرنمایی کنند. متوجه میشیم به همین فرصت. لوکاس ناکازاتو بود که اشتباه کرد و از اشتباهی آغاز شد هجوم دسته استقلال و توانست که آن را به گل تبدیل دهد عبدالخیوم عمرов. لوکاس ناکازاتو که در بازی گذشته فعال بود در بازی امروزه باشد با همین اشتباهی که داشت همه را برباد داد. حالا وقت هست بر صورت بازیگران دسته سورو کمپانیا میتوانند که باز به بازی برگردند. بازیگران استقلال باشد یا همین حساب را نگاه می‌دارند و یا باز میتوانند که نقطه نهایی را در واخوری گذارند. بیاید متوجه بشویم. سلاموف در همین گونه فرصت‌ها یک اشتباه میتواند که بر ضرر دسته خود تیم یابد، چون که حالا در دروازه کسی نیست. در موقع دروازه‌بان در خط حمله بازی کرده ایستاده است دلشاد سلاموف. ضربه اجرا کرده می شود از جانب خوگو آلوز کاردوزا. بسیار هم یک ضربه قوی و فیروزبک مرادوف در دروازه استوار است و چنین ضربه قوی را او تجربه برگردانیدنش را دارد. کوشش نوبتی بازیگران دسته سورو کمپانیا. 3 دقیقه دیگر باقی مانده است. فشار باشد از جانب دسته سورو کمپانیا بیشتر می شود. فیض علی سرداروف پس به کنار راست. لوکاس ناکازاتو باید اشتباه خود را جبران کند. دلشاد بسیار هم خوب فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته سورو کمپانیا و ضربه که از جانب نصرت شو اسماعیلوف بود نزدیک بود که وارد دروازه شود. فرصت پیدا می شود برای دسته استقلال و چگونه از همین امکانیت استفاده بردن نمیتواند محمد شریپوف. از فرصتی که 100% برای او فراهم آورد هم دستش رستم حمیدوف تو
گل زند، اما توپ را راست جانب دروازه زدن نتوانست محمد شریپوف. یک امکانیت 100% هم نه، یک امکانیت 200% گلزنی را از دست میدهد در همین فرصت محمد شریپوف. یک فرصت دیگری که بود اینجا ضربه اجرا کرده شد از جانب لوکاس ناکازاتو، او نیز میخواهد زود اشتباهش را جبران کند و در ادامه میبینیم که چگونه بازی دستا پر شدت جریان میگیرد. 2 دقیقه دیگر باقی مانده است و ببینید که اینجا توپ به تیر دروازه رسیده است. 2 دقیقه دیگری باقی مانده. بسیار هم بازی دستا با سرعت بلند ادامه میکند. فیضلی سرداروف بسیار به کناری راست، پورا توجه دسته سورو کمپانیا به خط حمله است. آنها میخواهند که حساب را برابر کنند. سلاموف، فیضلی سرداروف برطرف کرد همین فرصت را بازیگری دسته استقلال و ببینید که چگونه ضربه هوایی اجرا کرده می شود از جانب فیضلی و پس از برگرداندن همین ضربه رستم حمیدو باشد اندکی خود را ناتوب احساس میکند. خلیسانی سورو کمپانیا نوبسته از آنی که دسته آنها حالا از حساب خفا مانده است، دسته خود را دستگیری کرده ایستادند تا در دقیقه باقی مانده بازیگران از دستگیری آنها روحیه گیرند و توانند که به بازی برگردند. اگر در بازی اولی دستا دیروز تیم سورو کمپانیا کامبک کرده و بازی برگشته غلبه را صاحب شده باشد، امروز میبینیم که دسته استقلال تا همین لحظه چنین کامبک کرده و بازی برگشته در حساب پیشگام است. سلاموف جا درست سر پس داده نمیتواند. الویس کاردوزا گرچه که درست سر پس داد اما هم دسته او از پشت بازیگر رقیب بود. لوکاس ناکازاتو، فیضلی سرداروف باز هم یک ضربه دقیق میزند و باز هم فیروزبک مرادوف استوار است در دروازه و این حالت رو برطرف میکند. یک ضربه دیگری که از جانب الویس کاردوزا بود، دیدیم که پلوتر از دروازه میدان رو ترک نمود. چگونه فرصت‌های خوب برای دسته سورو کمپانیا از بین می‌رود. تایم اوت آخرین در بخوری امروزه که اون رو سرمربی دسته استقلال الکساندر زبیرادزه میگیرد. 1 دقیقه دیگر باقی مانده است، اما این 1 دقیقه در فوتسال میتواند که حالا بسیار چیزها رو حل و فصل نماید. ببینید که چگونه اینجا اولین گل رو به ثمر رسانید از اشتباه فیروزبک مرادوف. ادریسیوروف بعداً پس از گل ادریسیوروف ما شاهد گل عبدالقیوم عمروف شدیم در همین فرصت که از پس حکمت اسماعیلیف استفاده برده گل زد و بعداً باز در همین حالت متوجه میشیم که چگونه لوکاس ناکازاتو اشتباهاً توپ را پس میدهد به عبدالقیوم عمروف و عبدالقیوم عمروف باشد میتواند که در همین حالت گل دومی دسته استقلال را به ثمر رساند که هر 3 گل را به ما شما کارگردان این لحظه پیشکش میکند. بازی ادامه می‌یابد. فیروزبک مرادوف پس او به سمت ماتئو سوزا بود. دلشاد سلاموف، فیضلی، لوکاس ناکازاتو، سلاموف. فرصت هست برای دسته سورو کمپانیا، ضربه هم زده می شود و گل. فیضلی سرداروف اکنون 30 ثانیه ماندن تا انجام وقت اساسی بازی حساب را برابر 2-2 میکند. حساب برابر 2-2 می شود. پس از فشارآوری های زیاد، پس از تلاش های زیاد، بازیگران دسته سورو کمپانیا بالاخره موفق شدند که حساب را برابر کنند. اما حالا 30 ثانیه دیگر باقی مانده است و هر ثانیه در فوتسال میتواند که نقش بارز گذارد. ببینید که چگونه اینجا دفاعگران دسته استقلال دروازه‌بان در همین حالت نتوانستند که همین امکانیت را برطرف کنند. حساب برابر 2-2 می شود.
کوشش بازیگرانی دسته استقلال موفق نمیشوند در همین فرصت. ضربه کنجی به فایده استقلال است. یادآور میشم تماشاچیان عزیز که بر اساس نظامنامه مسابقه در سلسله نهایی سوپرلیگ فوتسال تاجیکستان دسته که 3 پیروزی به دست میارد عنوان قهرمانی را سوی میشود. یعنی در بازی اول الکای سورو کمپانی پیروزی به دست آورد، حالا باشد نزدیک است که بازی دست با نتیجه مساوی خاتمه یابد و پس از این دو بازی باز دو بازی دیگر در مجمع ورزشی کاخ اولیم برگزار میگردد در میدان خانگی دسته استقلال. بازی با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. از سایت دسته سورو کمپانیا ادریس یاروف و فیضعلی سرداروف گل‌ها را زدند. از سایت استقلال باشد عبدالقیوم معروف دوبل کرد. در همین جا تماشاچیان عزیز گزارش مستقیم خویش را به انجام می‌رسانیم. با شما بودم من فریدون سفرزاده که این بازی جالب بود. تماشا و بسیار گل را تماشا کرده است. تماشایان لذت نیز بردم. اکنون بازیگران دسته استقلال اینجا گل سوم رو به ثمر میرسونند. تماشاچیان عزیز و توجه برای دسته سورو کمپانیا اینجا فرصت بسیار دشوار میگردد. با یک ضربه قوی اینجا اجرا کرده می شود و میبینیم که بلندتر. ببینید که در همین فرصت چگونه امکانیت دست میدهد. و چگونه تو واردی دروازه دسته رقیب می شود. حالا توپ از کنار میدان به بازی در آورده می شود. حساب 3-2 به فایده سورو کمپانیا است. اما ببینیم که در همین فرصت چگونه اشتباه میکند تماشاچیان عزیز بازیگر دسته استقلال یعنی فیروز بک مرادوف. دو اشتباهی که امروز داشت فیروز بک مرادوف توجه بر ضرر کار نیز شد. زود اینجا تو به بازی در آورده می شود. عبدالقیوم معروف ضربه او اندک حسین می بردارد. اینجا
محمد رجبوف یوری تیبی اولو با او رسونیده می شود. فتولا فتولویف رو در مجمع ورزشی کمیته اندوز می بینیم که با تماشای بازی دسته اومده است. اولو بازیگری دسته بخش است. ملکه در رتی دسته بخش اولین گل خود را نیز در موسم امسال لیگ اولی به ثمر رساند. بار دیگر با ما شما پیشکش میکنند که چگونه اینجا اشتباه میکند. روزبک مرودوف ضربه زد، ضربه او باشد و نزد پای سمندر ریزاموف میرود و ضربه که سمندر ریزاموف اینجا اجرا میکند تو باشد و دروازه دسته استقلال میرود. ضربه عبدالخیم معروف اینجا پلوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکند. سلاموف یاروف رو داشته میگیرد فیروزبک مرودوف. فشار پورا اکنون از جانب دسته استقلال است. آنها بیشتر توجه خود را به خط حمله کرده ایستادند تا حساب را برابر کنند، چون که در بازی اول نیز دسته با همین حساب مغلوب شد و حالا باشد باز با همین حساب مغلوب شده ایستاده است. دو بازی دیگر وقتی که در مجمع ورزشی کاخ اولیم برگزار شد، اگر آنجا دسته سورو کمپانی یک غلبه دیگر به دست آورد، پس آنها در صورتی که امروز همین بازی را با همین نتیجه جنببست کنند عنوان قهرمانی را به دست خواهند آورد. سلاموف توپ رو به بازی می درآورد. ادریس یاروف فیروزبک مرودوف و ضربه که اجرا کرده می شود اینجا بلندتر. در وقتهای اعلام نموده می بینیم که گرچند که سورو کمپانیا در ایسو پیشگام شده، اما دسته استقلال نیز اینجا می بینیم که چگونه فشار آورده است، چگونه اونها توجه خود را به خط حمله کرده است که ایسو را برابر کنند و موفق نمی گردند. محمد شریفوف در یک جایگی با ماتئو سوزا اینجا موفق نگردیدند. ادریس یاروف بک مرودوف برطرف میکند همین فرصت رو. فیضلی سردارو فرصت پیدا میشود برای دسته سورو کمپانیا، اما صدای شکی دوباره اینجا بلند میشود و اشاره میشود که عبدالخیم معروف در همین فرصت پایده بازی مقابلش ویران شده است. کوشش نوبتی بازیگران دسته استقلال. بک مرودوف معروف سورم خوب اینجا ضربه اجرا کرده می شود و اکنون تماشابینان عزیز گلی چهارم در دروازه استقلال است. ایسا باشد 4-2 می شود. بسیار هم یک ضربه هدف رس داشت اینجا بازیگری دسته سورو کمپانیا. فیضلی سرداروف از چنین مسافات او می تواند که توپ را به داخلی دروازه روان نماید و مخلصان دسته خود را شاد و مسرور بگرداند.
حساب 4-2 می شود. ببینید که چگونه ضربه زده شد از جانب فیضعلی. امروز توپ خط دروازه رفت که الکی توپ در داخل دروازه است. 4-2 می شود حساب. باز هم برای دسته استقلال مشکل می شود. رستم حمیدوف اینجا درست سر توپ رو پس داده نمیتواند به هم دسته خود. زود توپ به بازی در آورده شد. نصرت شاه، حمیدوف، شریپوف، اکروزیدیف، فرصتی دیگر باره برای دسته سورو کمپانیا و ادریس یوروف اینجا اندک دیگر درست‌تر دروازه رو به نشان گرفته نتوانست. می‌بینید که دروازه خالی بود. دروازه خالی بود اما ادریس یوروف اون رو به دروازه روان کرده نتوانست. اکازاتو اصول قایچی ضربه میزند و اگر همین ضربه راست به جانب دروازه میرفت پس می‌بینید که چی میشد. شنبتی بازیگران دسته استقلال یک امکاناتی دیگر برای دسته استقلال موفق نمیشوند. در وقت لاوگی میبینیم که دسته سورو کمپانیا چگونه فاول است و چگونه اونها گرچه که بیشتر در نیمه میدانی خود بازی کرده است اما از فرصتایی که برای اونها به میان آمده است چگونه از اونها ثمراناک استفاده برده است. نه استقلال بیشتر فشار آورده است، بیشتر هجوم کرده است. سورو کمپانیا باشد از وضعیت‌های ضروری توانسته است که توپ را به دروازه رقیب زند. چهار بر دو حساب به فایده سورو کمپانیا است. فیضعلی سرداروف یکی از چهره‌های اساسی بود، 2 گل زد. ادریس یوروف، بعدا سمندر ریزاموف وسایت استقلال باشد، دو قایم و معروف دوم کرد. اکنون اکسترا تایم دوم رو بازیگران دسته سورو کمپانیا از مرکز میدان شروع میکنند. فرصت پیدا می شود برای دسته سورو کمپانیا و حساب 5 بر 2 کرده می شود. او با آلویس کارتوس ببینید که چگونه اینجا توپ رو به دروازه استقلال میزند. 5 بر 2 خود از مرکز میدان بازی رو شروع کرد و توانست که پس رو قبول کند و توپ رو به دروازه استقلال روانه نماید.
در همین فرصت ببینید که چگونه گذشت از دفاعگران استقلال و چگونه توپ را به دروازه فیروز بکمرودوف زد. البته ضربه قوی بود، امکاناتی خوب بود و آن را نیز بسیار هم خوب استفاده کرد بازیگر برزیلی دسته سورو کمپانیا. اوگو آلوز کاردوزا 5-2 می شود حساب. و بازی برگشتن استقلال باز هم دشوار می شود. اکنون تماشاگران عزیز ببینید که اونو 3 توپ از رقیب قفا ماندن. عبدالخیوم امکانی خطری کردن را داشت و در فرصت دیگر بارا میبینیم که نصرتشاه اسماعیلوف موفق نمیگردد. یک فرصت دیگر برای دسته استقلال. آنها فشار را ادامه داده ایستادند. تقص کنار راست حالا هجومی دسته عبدالخیوم اسیوب و محمد شریفوف. نصرتشاه اسماعیلوف نزدیک بود در همین فرصت عبدالقیوم عمروف تا گل سهمش رو به دروازه سورو کمپانیا زند، اما دفاعگران این دسته این حالت رو برطرف کردند و بعدا در فرصت دیگر دیدیم که اونجا نصرتشاه اسماعیلوف موفق نگردید. نصرتشاه راجع فیروز باز با میدان میبرد نصرتشاه اسماعیلوف. چهار دقیقه دیگر باقی مانده است. استقلال باید کوشش کند تا تفاوتی گل ها را کمتر نماید و شاید در ایسا پیشگام شود. حالا وقت هست، باید ناامید نشد و حمله را ادامه داد. فیروزبک مرادوف، اما همه بازیگران سورو کمپانیا در خط دفاع هستند. جای دشوار شده است برای دسته استقلال در همین گونه حالت‌ها موفق می شود. ریزاموف توپ را به خوبی عبدالخیوم، فرصت پیدا می شود برای دسته استقلال. شریفوف و توپ را صاحب می شوند بازیگران دسته سورو کمپانیا و قاعده بازی را نیز اینجا ویران میکند عبدالخیوم عمروف. اوگو آلوز کاردوزا را از پای افشانید. فیروزبک مرادوف
فرصت پیدا میشود برای دسته استقلال. امکانی زدن ضربه هم هست و توپ رو داشته میگیرد سعید تورابیده. اوگو آلوز کاردوزا پاسیو به سمت گوستاو اندرسون بود و در همین فرصت بچه اشاره میکنند. اندک خود را خوب احساس نمیکند عبدالقیوم معروف در برخورد که با سعید تورابیده داشت. پنج گل را امروز از داخل دروازه گرفت فیروزبک مرادوف. فیروز پسی به کناری راست. اوگو آلوز کاردوزا قاعده بازی بران نشده است. اوماروف زود توپ را به بازی می‌دارد. شریپوف، حمیدوف، همدیگر را درست درک نکردند اینجا بازیگران دسته استقلال. حتی جا می‌بینیم در ادامه بازی لکای نامه شده استونند بازیگران دسته استقلال که دیگر آنها نمیتوانند به بازی برگردند. فیروز، رستم حمیدوف، اسیوب فیروزبک مرادوف، نصرتشاه اسماعیلوف، محمد شریپوف فشار آورده استونند بازیگران دسته استقلال. بسیار خوب نصرتشاه پس انجام داده می شود و اینجا ضربه که از جانب محمد بود پهلوتر از دروازه تو میدان رو ترک می کند. شنواتی بازیگران دسته سورو کمپانیا و تمام دسته سورو کمپانیا تماشاگران عزیز توانست که پیروزی بزرگ خود را امروز مقابل استقلال به دست آورد با حساب 5-2 با گل‌های فیضعلی سرداروف، ادریس یاروف، اوگو آلوز کاردوزا و سمندر ریزاموف که در این میان سرداروف دوبل کرد. دسته استقلال دوبل را عبدالقیوم معروف انجام داد. اکنون بازی دیگری دسته در مجمع ورزشی خاک اولین برگزار می‌گردد. سورو کمپانیا در دو بازی که داشت دیروز و امروز در هر دو بازی مقابل استقلال پیروزی به دست آورد. با شما خیر خوش می‌کنیم. فریدون سفرزاده بود که بازی رو با شما تماشا کرد. سیادمند و پیروز و دوستدار فوتزال ببینید. خیر.